اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس پنجم اظهار. حرفای اظهار چند تا و کدام هایند؟ 6 تا و این هایند: همزه، ها، عین، ها، غین، خا. اظهار چیز اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از 6 حرفای حلق آید، نون را اظهار یعنی روشن کرده خوانده می شود. این 6 حرفای حلق هستند. در اینجا میگه که اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از 6 حرفای حلق آید، ما نون را اظهار یعنی روشن کرده میخوانیم. خب نگاه کنید، در اینجا بعد از نون ساکن چه آمدگی است؟ حرف خا. حرف خا چی است؟ یکی از حرفای اظهار است. پس در اینجا ما نون را روشن یعنی اظهار میکنیم، یعنی من خوف، من خوف. خب مثال دیگر، این مثال نون ساکن بود، این باشد تنوین است. را دو پیش دارد. بعد از دو پیش چی آمدگی است؟ یعنی بعد از حرف را چی است؟ حرف ها. حرف ها چی است؟ یکی از حرفای اظهار است. پس در اینجا ما چیکار میکنیم؟ یعنی در اینجا ما اظهار میکنیم. غفور حلیم، غفور حلیم. ما گفتیم که تنوین نونی است که ما نمیبینیم اما میخونیمش. در اینجا تنوین است، یعنی غفور حلیم، غفور حلیم. این هم باز در اینجا هم باز مثال از تنوین است، یعنی که ما اینجا اظهار میکنیم. دال دو زبر دارد یعنی تنوین و بعد از اون چی آمدگی است؟ حرف همزه. در اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا هم اظهار میکنیم. قبدن اذا، قبدن اذا. این یعنی مثال دیگر از تنوین بود، یعنی وقتی که ما اظهار میکنیم. و در اینجا هم ما یک مثال دیگر هم باز از نون ساکن میکنیم، یعنی برای شما نشان میدیم. نگاه کنید در اینجا بعد از نون ساکن همون خا آمدگی است، مثل همین. در اینجا هم مثال ما نون را اظهار میکنیم. من خوف. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشه. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.